إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. این صورت به نام سوره یونس یاد میکنه. همیشه کدام صورت ها که نامگذاری میشه اشاره به اهمیت امو موضوعی که در سوره ذکر شده می باشه، نامگذاری امو صورت به امو موضوع میشه. واقعه یونس علیه السلام واقعه خیلی دلچسب است، به خاطر که قومش قبل از اینکه عذاب الله بیا ایمان آوردن، عذر و تضرع به الله کردن. در جمله اقوام تاریخی که یقینا به الله رجوع کرده قبل از اینکه عذاب الله بیا تنها قوم یونس علیه السلام است. پس داستان ازی یا واقعی ازی خیلی جالب است، درس دهنده است، برای ما و شما بسیار عبرت ها داره. از او خاطر کل صورت به نام سوره یونس نامیده. این صورت مکی است. همیشه برای ما و شما واضح است که سوره های مکی تربیت عقیده را میکنه، یعنی کسایی که عقیدهشان جور شود، چون که دوران پیغمبر علیه السلام در مکه ذهن سازی بوده، به این خاطر که مردم آشنا شود که کدام نظام یا کدام دینی را پیغمبر علیه السلام برای مردم بیان میکنه. از همون خاطر اتکا سری بیان دلایل خیلی زیاد در سوره های مکی شده. خصوصا دو موضوع مهم که خیلی اساسی اسلام است، موضوع مبدا و میعاد یا موضوع توحید و آخرت، این خیلی زیاد مهم است. از او خاطر زیادتر دلایل برای اثبات توحید الله و اثبات روز آخرت، یعنی بودن جزا و بازخواست و سوال و جواب، همین موضوع در سوره های مکی زیاد ذکر میشه. این صورت هم مکی است، از همون خاطر این موضوع را خیلی زیاد میکنه. این صورت 51م صورت است در نزول خود، یعنی اگرچه در ترتیب خوینه چیست بعد سوره توبه است، اما در نزول خود بعد سوره بنی اسرائیل است و قبل سوره هود است. از سوره هود پیش و بعد سوره بنی اسرائیل نازل شده 51م صورت است. ارتباط این صورت قطع ما قبل در ما قبل الله متعال اعلان جهاد کرده بود، اعلان جنگ با امرای مشرکین کرده بود. در اینجا حقیقت شرک بیان میکنه که شرک چی را میگه، سبب جنگ کردن با امرای مشرکین به خاطر شرک بوده، و اینجا حقیقت شرک بیان میکنه که از کدام ناحیه شرک پیدا میشه. در اینجا برای ما واضح میشه که مشرکین کدام نوع شرک داشتن و چرا قطع ازواج جهاد روا بود. یا است که در ما قبل الله متعال تمام صفتهای فرقه ها را ذکر کرده بود. در اینجا الله متعال امی فرقه ها را دعوت به سوی توحید الله و عقیده آخرت میده و همچنان یعنی موضوعات اساسی اسلام برشان دعوت میده که بیایید. زیادتر در این صورت عیناً مضمونش مثل سوره انعام است، اتکا سری مسئله توحید شده، مبادی اسلام یا آن چیزی که اساسات اسلام است او را در این صورت الله متعال ذکر میکنه. خلیکن در مقدم یا در اولش دعوت به سوی حقانیت کتاب الله متعال قرآن کریم است که معجزه بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم که سبب اثبات رسالت رسول الله میشه و توحید و میعادم توسط اینمی کتاب الله ثابت میشه. از او خاطر اول دعوت به سوی قرآن کریم است. پس از او شبهات مشرکین در مورد پیغمبر علیه السلام که چرا از انسانها الله پیغمبر روان کرده، چرا ملائکه پیغمبر مقرر نکرده، اونو شبهات رد کرده رویست. دلیل از او را بر ما میگه. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام الله که دهنده تمام نعمتهای بزرگ، الرحیمی که دهنده نعمتهای کوچک است هست. یا بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم به نام الله که تمام مهربانی ها و بخشش ها از جانب الله متعال است که عام است، که شامل مسلمان و کافر میگرده. الرحیمی که دهنده بخشش های خصوصی است که توفیق ایمان و توبه و ایگپاسته برای تنها مسلمانان. الف لام را والله اعلم بمراده، اصل مقصد و مراد ازیره الله خوب میدانه، اما علما معنای تاویلی ازیره نه معنای مراد ازیره که اصل حقیقت چی مراد است، چرا او معلوم نیست. بهترین معنا را که معنای تاویلی میکنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میفرمه که در سر سوره ها کدام حروف مقطعات میایه، این دلیل بالای معجز بودن قرآن کریم است. مخاطب خود قرآن میگه که اینمی کل کلامی که آل ذکر میشه مرکب از اینمی حروف هجای است که روز مرا تو سرش تکلم میکنی، سخن میگی. اما چی فرقی است که در بین کلامی که
مرکب از زمین حرف است در قرآن کریم موجود است و کلامی که در زبان تو ترکیب پیدا میکنه در بینشان چقدر فرقی وجود داره. بلاغت یا فصاحت قرآن بیبی و حالات سخنای تو را بیبی چقدر فرق است. از همون خاطر در اول وهلت مخاطب خدا قرآن کریم در این حالت میگذاره که کلام الله است نه کلام بشر. اگر کلام بشر می بود تو میتونستی جمله های را ترکیب بکنی و مثل قرآن باشه، حالان که نیست. خصوصا در سوره یونس چرا اینجا دعوت داده شده به این گپ که اگر شما شک دارید در مورد قرآن کریم پس بیاری به مثل قرآن کریم یک سورتی را که در چندین صورت الله متعال این اخطار یا چلنج تکرار میکنه برای از اینکه دیگه ضرورت نیست که کسی معجزه را طرح بکنه و بگه که این معجزه باید بیاید. اگر کسی در صدد طلب حق باشه تنها قرآن کریم کفایت میکنه. چرا کفایت میکنه؟ الله خود جواب میگه تلک آیات الکتاب الحکیم. این همی که میایه این کلش آیات های کتابی است الحکیمی که حکیم است. هرگاه در کدام صورت کلمه حکیم ذکر میشه در اونجا بفهمی که دلایل عقلی خیلی زیاد ذکر میشه و در کدام صورتی که کلمه مبین زیاد ذکر شوه اونجا دلایل نقلی زیاد ذکر میشه. از او خاطر اینجا دلایل عقلی ذکر میشه. صفت کتاب یا قرآن کریم الله متعال در اینجا حکیم ذکر کرده. حکیم چند معنا داره؟ یعنی پر از حکمت است. هیچ آیت قرآن کریم پیدا نمیکنه که او بی هدف بی عبث یا بی فایده باشه. مصلحت خیلی بزرگ دو نهفته است. در ظاهر مخاطب درک کرده بتونه یا نتونه، لیکن کتاب الله متعال پر از حکمت است و زمانی که کتاب پر حکمت باشه قابل اطاعت است. چرا که انسان از او امری که سبب نفیش باشه و او مصلحت زیاد داشته باشه همیشه پیرویش بکنه. پس در حقیقت ما را دعوت داد به سوی ازی که فقط تابعداری کتاب الله متعال بکنه. راه نجات امی کتاب است. یا حکیم به معنای محکم است، یعنی اینطور کتابی است که در این تغییر و تبدیل آمده نمیتونه، مستحکم شده، پایدار شده. کتابای سابقه تورات و انجیل واره نیسته که چیسته دستخوش مردم قرار بگیره، هر کس او زیادت و کمی بکنه. چرا؟ ضمانت حفاظت این کتاب الله متعال خود به ذمه گرفته. دو، یا حکیم به معنای حاکم است. تمام برنامه های قبلی انبیاء علیهم السلام خوب و بدیشه که آیا از پیغمبرها باشه یا نباشه، متعلق وحی باشه یا نباشه، فیصلیش قرآن میکنه. اگر قرآن تایید کرد او برنامه الهی شمرده میشه، اگر قرآن تایید نکرد او برنامه الهی شمرده نمیشه. همچنان کتب آسمانی اگر هر طایفه و فرقه بخیزه و کتاب خود کتاب آسمانی معرفی کنه مثل هندوها واره یا زردشتیا واره یا بودایا واره، او کتاب آسمانی نیست. چرا؟ به خاطری که فیصله در موردش قرآن از کتاب آسمانی نکرده. بله تورات و انجیل فیصله قرآن کرده، اما با وصف که در او تغییرات و زیادت و کمی آمده. این معنای حکیم بود. اکان للناس عجبا، اول شبه مشرکین در مورد پیغمبر علیه السلام در طول تاریخ در ذهنیت عام مردم امی بوده که باید رهبر کسی دیگری باشه و این خلاف عقل هم است. چرا که عقل انسان هم تقاضایی داره که رهبر یا کسی که تو را راهنمایی بکنه کسی باشه که از تمام ضرورت های تو آگاه باشه، از آن چیزی که تو نیاز داری و از آن چیزی که تو متضرر میشی و از آن چیزی که برات نفع میرسونه از این آگاهی داشته باشه. از همون خاطر رهبر که از خود جامعه باشه او میدانه مرض امی جامعه را، ضرورت امی جامعه را، خواسته های امی جامعه را. از اون خاطر هیچ امکان نداره که از یک جنس مردم از یک جنس باشه ملت و رهبرش از دیگه جنس. اگر ملک رهبر برای انسان ها باشه، ملک سردی و گرمی را احساس نداره، گشنگی و تشنگی را احساس نمیکنه، دیگه از حال مردم هیچ نوع آگاهی نداره. اگر ملک یک انسان گناه بکنه ملک بیخیس از پیش خفه شود که چرا گناه کردی؟ چرا که در طبیعتی از الله متعال هیچ خواهش گناه نگذاشته. او شاید فکر بکنه که چرا گناه کردی، حالان که کسی که خودش این خواهشات داشته باشه در وجود خود او میدانه که اینمی آدم چقدر مجبور شده یا چرا این گناه را کرده. از او خاطر زود حوصلش تنگ نمیشه، بسیار به چیسته حوصله مندی امرش پیش میره. کسایی که یک سلسله حالتهای سابقه در گمراهی و در نعوذ بالله انحرافات تیر کرده باشه، الله برش نصیب کرده باشه عقیده صحیحه، او به بسیار حوصله مندی دعوت میده. چرا که سری خودش امی حالات تیر شده بسیار حوصله مند می باشه.
زود احساساتی نمیشه، قهر نمیکنه، غصه نمیشه. چرا که حالت سری خودش تیر شده، عینا اینطور فکر میکنه که همین شخص مسلمه واریست و من اگر کسی این قسم جواب میداد چی میکردم. از همون خاطر بسیار از نرمش کار میگیره. اما یک کسی که سابقی حالت تیر نکرده باشه میگه چرا شرک کردی، چرا بدعت کردی، دیگه خیلی زود قهر میشه، غصه میشه، حوصله را نداره. از همون خاطر است که الله متعال پیغمبر از متن بشر و از جنس بشر روان میکنه، به خاطری که حالات مردم درک کرده بتانه که مردم چی نیاز داره و در مردم کدام چیز است که سبب هلاکت مردم است، این را باید درک کرده بتانه. اما مشرکین همیشه اینمی شبهه برش پیدا میشد که چرا از جنس انسان ها پیغمبر آمده. خو یک تصوری غلط دیگر هم مشرکین داشت در این مورد. او را به خاطر ازی داشتن که یا فکر میکرد پیغمبر مثل نعوذ بالله الله واره متصرف و کارساز باشه، مشکلات مردم حل کرده بتانه. و انسان چون خود عاجز است بعد از انسان پیغمبر نباشه. الله متعال اردو تصور غلط نفی میکنه. اول کسی که شبهه داره که بعد از جنس دیگه رهبر باشه ای را رد کرد، چرا که مناسب نیست. رهبری یا راهنمایی افراد توسط ام جنس میشه، نه که خلاف جنس باشه. یک. دوم، تصوری که در مورد پیغمبر به الوهیتشان داشت نعوذ بالله، او را الله متعال رد میکنه. اردو جواب دم یک آیت میده. اکان للناس عجبا، آیا هست برای مردم تعجب؟ خیلی یا تعجب میکنه، شگفت‌آور است برشان. ان اوحینا الی رجل، که ما وحی کردیم به یک شخص، یک فرد، منهم از جنس خودشان، که مثل از یا انسان است. او چی برش کردیم؟ اینمی بشره که وحی کردیم متصرف نیست، مشکل کشا نیست، حاجت روا نیست، شفا دهنده نیست. در مورد پیغمبر این تصورات باید منفی باشه. پیغمبر یک امتیاز داره. چی؟ اینی امتیازش است. ان انذر الناس، که تو به کمال شفقت و دلسوزی بترسانشم الناس مردم از مخالفت توحید الله، از اطاعت الله اگر مخالفت میکنه بترسان که عذاب الله میاد. و بشر الذین آمنوا، خوش خبری بده به کسانی که ایمان آورده. چی طور خوش خبری بده؟ ان لهم قدم صدق، که یقینا برای از یا قدم صدق مرتبه خیلی عالی و واقعی عند ربهم، به نزد پروردگارشان. مرتبه دنیا واره نیست که زود زائل میشه، لا زوال مرتبه به نزد الله یاد دارن. یا قدم صدق برایشان اجر خوب است، واقعی است، اجر خیالی نیست که کسی برات وعده داده باشه اما او حقیقت نداشته باشه، نه واقعی است به سبب اعمال نیکشان. بعضی میگه قدم صدق سابقه خوب دارن، کسایی که اعمال نیک انجام میده پیش الله یک سابقه نیک داره، الله ستایششان میکنه. اما معنای اول خیلی راجع است. قال الكافرون، گفتن کفار، ان هذا، یقینا شخص لساحر، ساحر است، مبین آشکارا. بله، یک طرف اعتراض میکرد چرا بشر پیغمبر شده. باز بعد از او که سخنان ازوره، دعوت ازوره، برنامه ازوره میدیدن، به مردم چی بهانه کنه که آلی مردم جلوگیری از دعوت ازی بکنه و پذیرفتن دعوت ازی. از همون خاطر در مورد پیغمبر علیه السلام زمانی که کلان مشرکین مکه جمع شدن مختلف طرحه ها را پیش کردن. اما ولید ابن مغیره که خیلی آدمی ورزیده بود در این مسائل و کلش نفی کرده، رایی بود تا که گفتن که ساحر بگن. گفت بله. اینمی نکته ما یک کمی سری مردم تاثیر میکنه. در غیر از دیگه کاهن، شاعر، مجنون، ایگا پا قطعا امکان نداره. کاذب، به خاطری که شخصیت پیغمبر به کلگی معلوم است. کاهنا را مردم میشناسه و مردمای چیستا دیوانه را مردم میشناسه، هیچ شاعر مردم میشناسه. در پیغمبر علیه السلام این گپا دیده نمیشه. بله، مردم که فریب داده میتونیم به کلمه ساحر داده میتونیم. چرا؟ ساحر همیشه حرکتش، عملش تاثیر داره بالای دیگران. دعوت پیغمبر علیه السلام خیلی تاثیر داشت، مردم هم میگفتی سحر میکنه. عالیم زمانی که ما و شما میبینیم که کدام مرکز آباد میشه، تبلیغات میشه که این ساحر است، کار میکنه، حالا که او سحر نیست. پیغمبر علیه السلام هم میگفتن. چرا اینطور میگفتن؟ به خاطری که سخن پیغمبر علیه السلام وقتی در یک مجمع زده میشد زیاد مردم گیرویدش میشد، زیر تاثیر میآمد. از او خاطر میگفتن این ساحر است. باز چی میگفتن؟ مبین و آشکارا سحر میکنه. اینی کذبشان یا دروغشان است که پیغمبر علیه السلام. چرا؟ ساحرها خب پیش از پیش یک چیزی اعمال غلطی داره. مثلا ساحرای فرعون چوبار آورده بود، رسپانا را آورده بود در چی؟ در میدان. پیغمبر علیه السلام هیچ چیز نآورده. چه قسم؟
مردم برای ازی که مردم دقیق نباشه زود فریب میخوره. ان ربکم الله الذی خلق السماوات، این پیغمبر خوینی گپ آورده. اینی را آلی استدلال از ربوبیت بالای الوهیت الله است. الله حق عبادت داره، دیگه هیچ کس حق عبادت نداره. چرا؟ به خاطری که تربیت مخلوقات خالقش الله است، مالکش الله است، تدبیرش الله متعال میکنه، کسی دیگر این وظیفه ها را نداره. ان ربکم الله، یقینا مالک و متصرف شما، تربیت کننده شما الله است. کدام ذات است الله؟ الذی، امو ذاتی، خلق السماواتی که پیدا کرده آسمان ها را، والارض، زمین، فی 6 ایام، در مقدار 6 روز. در مقدار 6 روز فعلی. چرا در وقت روزا نبوده که را پیدا میکرد؟ به مقدار 6 روزی عالی پیدا کرده. یک مانا فی 6 ایام، در 6 روزی که به نزد الله متعال است. کدام روزا؟ الله خود میدانه. شده میتونه روزی باشه که برابر 1000 سال دنیا باشه، شده میتونه وقتی کم باشه. بس الله متعال اینی گپ شروع کرده. از یک شنبه شروع شده تخلیق مخلوقات کل کائنات در روز جمعه تکمیل شده. از همون خاطر است که روز جمعه برای عبادت تعیین شده و این تنها اینمی راهنمایی را الله متعال نصیب مسلمانا کرد که روز عبادت جمعه را مقرر کرد. شنبه روزی خالی است، در اونجا چی نشده، چرا که در 6 روز کائنات تکمیل شده. یهود امو روزه برای خود انتخاب کرد برای عبادت و نصارا گفتن ابتدای خلقت که شروع شده ما امو را تکمیل میکنیم. ما میگیم که ما نباشیم چطور شکر نعمت الله متعال بکنیم؟ از خاطر بعد دنیا آمده باشه، بعد از آدم خودش پیدا شده باشه، شکر نعمت الله را بکنیم که روز جمعه است. در اینجا اشاره به ایست که خو چقدر دلیل قناعت بخش است. کائنات نبوده، الله متعال پیدا کرده. در این پیدا کردن الله به کسی ضرورت داشت؟ به کمک ضرورت داشت؟ نه، هیچ کسی نبود، نه ولی بود، نه پیغمبر، نه ملک، هیچ کدامش نبود. آیا امروز برای حل مشکل مخلوق خود ضرورت به کی داره الله متعال؟ و هیچ کس نداره. از او خاطر الله دلیل ملکیت خود بیان میکنه. ثم استوى علی العرش، بعد از او مستوی و قایم شد الله متعال بالای عرش. یدبر الامر، که تدبیر تمام امور میکنه، یعنی هر کار تدبیر مناسب میکنه. تمام امور در چی است؟ در زیر اراده و تدبیر الله متعال قرار داره. عرش بزرگترین مخلوق و اعظمترین مخلوق است که پیش گفته بودیم. اینجا الله متعال خود بگه ثم استوى علی العرش. استوا خود امی کلمات معنایش محکم است. محکمی معنایش بالکل واضح و معلوم است، هیچ کس از این کار کرده نمیتونه. استوا برابر شدن و قایم شدن میگه، عرش تخت میگه، اما کیفیت ازی مجهول است. عقیده اهل سنت والجماعت در تمام اوصاف الله متعال میسته که کدام صفت در قرآن و حدیث برای الله آمده ثابت است، ما او را ثابت میکنیم، اما سوال از کیفیت نمیکنیم. چه قسم؟ حالی برای مردم که این سوالات پیش میشه که شما میگی که الله سر عرش است، خب مکان برش ثابت کردیم. و بدبخت مکان ثابت نمیکنیم، میگیم الله قایم است، چرا قرآن گفته، اما قیاس نمیتونیم. او چی میگه؟ این موبایل که در سر میز باشه میز مکانی شد. او بدبخت لیس کمثله شیء، و مثل الله چیزی نیست که تو قیاس کنی، تشبیه نکو. از همون خاطر هر کس که تاویل صفات الله را میکنه در حقیقت اینمی فرقه مشبه است. چرا مشبه است؟ به خاطری که در ذهنش تشبیه الله به امرای مخلوق میه، از او خاطر تاویل میکنه. همین جمع تاویل میکنه. تفسیر کابلیم تاویل کرده، مردم میخونه به نام تفسیر، اما عقیده اهل سنت والجماعت نیست، مؤوله است. مؤوله در اهل سنت والجماعت داخل شده نمیتونه، ولو هر قدر آدم بزرگ باشه، ولو هر قدر عالم خیلی قوی باشه. چرا؟ خلاف عقیده اهل سنت والجماعت این موضوع را تفسیر میکنه. این نادرست است. میگه مراد از استوا تسلط است. الله تسلط حاصل کرد بالای عرش، از اوجه تدبیر میکنه. ما میگیم قرآن میگه الله گفته، اما کیفیت نمیداریم. چرا؟ لیس کمثله شیء، و مثل الله چیزی نیست که ما مقایسه کنیم. کسایی که تاویل میکنه در قلبش خدشه شبهه است، از او خاطر تاویلات میکنه. اهل سنت والجماعت در مورد صفات الله میگه اصل صفات ثابت است. اگر عین است، اگر ساق است، اگر ید است، اگر نزول است، کلی ازی ثابت است. اگر استوا است این ثابت است، اما کیفیت ما نمیدانیم. امو رقم که لایق شان کیست؟ ید. امو رقم که لایق شان کیست؟ الله متعال. اینی عقیده اهل سنت والجماعت است. اینمی عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله است.
امام ابو حنیفه رحمه الله قولش است که کسی قائل نباشه که الله سر عرش است او کافر است، او کافر است. امروز بری متبعینشان سوال کنی که الله کجاست، براتون میگه در هر جای است، سر عرش قائل نیست. ایره تاویل میکنه اما میگه در هر جای است. یک کسی برای من زنگ زد، مولوی صاحب اینجا یک نفر ما را متهم میکنه که شما بودن الله را سر عرش قائل هستی، شما جسم به الله ثابت کردی، مجسمه شدی. ما گفتم از خودش سوال کو خیر، او چی میگه؟ منظوری من بود که یک دفعه گپ بزنه. گفتی میگه که الله هر جای است. ما گفتم وقتی که ما را در یک عرش بودن مجسمه ثابت میکنه، این خودش که در هر جایی ثابت میکنه، ها اینقدر جای را برش ثابت میکنه، او از ما کده خو اولتر مجسمه است. برش بگو همونطور. بیچاره دیگه دق مانده بود. نعوذ بالله. ما گفتم حالی یک سوال دیگر هم سرش بکو. گفت کدام سوال سرش بکو؟ ما گفتم بگو که هر جای است. او میگه که بله هر جای است. نعوذ بالله در کناراب هم است، نعوذ بالله در وجود سگ هم است، در وجود خنزیر هم است. اما یک تعداد به نام صوفیه که در سابق هم همینطور کارا کرده بودن امروز هم وجود داره و عقیده وحدت الوجود قائل است. برای هر چیز نعوذ بالله وجودی چی را وجودی هر چیز وجودی الله تلقی میکنه، میگن که الله است. و شما دیدی یک نفر دمو چی نورین اما قربان کی بود، اونجا گفت که الله در سرگین است. نعوذ بالله. ایرا گفت این مردم ها کفر است، کافر است، خلافی عقیده قرآن نداره، شک در کفر از جا نیست. اما در اینجا اکثر مردم اینمی عقیده را داره، میگه الله هر جای است. و مردکه قرآن چی میگه تو چی میگی؟ یکی از برادرها همینطور گفت، قطعی یک مولوی چی گفتگو میکردیم جارو بحث. ما گفتم گفت چرا مولوی صاحب همین مذهب چی بدی دیدی؟ ما گفتم در مذهب بدی خو ندیدم، خو اگه در مذهب باقی بمانم کافر میشم. چرا چی تو گپ میزنی؟ چرا کافر شوی؟ ما گفتم خو کافر میشم دیگه. ما اگر در مذهب باقی بمانم کافر میشم. گفت چرا؟ حالی دلیلش بگو. ما گفتم دلیلش است که امام صاحب رحمه الله میگه که کسی قائل به این نباشه که الله سر عرش است و کافر است. لیکن فتاوای عالمگیری تان گرفته که اگر کسی بگه که الله سر عرش است و کافر است، اینو لما کدامشه؟ اگر او را قبول کنم که بگم الله سر عرش است، عالمگیری کافر میکشه مرا. اگر نه که بگم که سر عرش نیست، امام ابو حنیفه رحمه الله مرا کافر میکشه، چی کنم؟ حیران مانده بود. ما گفتم خیر جواب بده دیگه، نه در مذهب قطعی تو، لیکن مرا فقط از کفر بکش که کافر نشوم. حالی تو چی میگی؟ گپ در کجاست؟ گپ در اینجاست که یقینا کسی که از قرآن دور زندگی میکنه، علمایی که از حدیث و قرآن دور زندگی میکنه، شما ببینه مردمای خیلی بزرگ میباشه اما در عقیدش آنقدر خلل و فساد میباشه که هیچ پرسان نکن. این گپا برای آدم پسان معلوم میشه. به نظر آدم یک عالم اینقدر بلند و بالا میتراشه پیش مردم خیلی قابل قدر است، اما وقتی دقیق میشی تو باور به الله بکن که عقیدش کدام عقیده میباشه. علت چیست؟ زندگی دور از کتاب الله و سنت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم. فقط دنبال اقوال مردم رفتن او باید نباشه. یدبر الامر، تدبیر امور کی میکنه؟ الله متعال. پس این مردمایی که عقیده داره که اقطاب است، اوتاد است، غوث است، یعنی قدر افراد ابدال است، باز بعد از او اقطاب میشه، بعد از او اوتاد میشه، بعد از او باز چی میشه؟ غوث میشه. غوث هم فریاد رس. قرآن خو میگه که تدبیر تمام امور الله میکنه. اوی مردم میگن در هر جای میکنه. این گپ غلط است، نادرست است. حدیث در مورد ابدال وجود داره، ابن عساکر نقل کرده لیکن ضعیف است. اگر باشم معنای ابدالی نیست که تصرف دنیا را داره. ابدال ایمانا که الله متعال افرادی که و سنت زنده میکنه، علیه بدعت مبارزه میکنه، اصل چیری دینه به مردم واضح میسازه، اون وا ابدال است که یکی اگر بره الله در جایش دیگه کسقتی میکنه، قایم مقام میکنه. در یک جای نه، در مختلف جاها. الحمدلله از صدر اسلام تا امروزه ما علمایی که یقینا خونی خود ریختانده به خاطر احیای کی عقیده صحیح اسلام.